سلام دوستان عزیز و علاقمندان برنامه خودتان. هی میدان تی میدان. این بار میخواهیم شما را با خود به ولایت باستانی نیمروز ببریم. تا آخر برنامه ما را یاری کنید. ولسوالی بلوچنشین چهار برجک، ولایت نیمروز. ما بسیار خوشحال هستم از اینکه برای بار اول با هموطنان عزیز بلوچ خود هستم. ما همیشه در کابل در ولایت دیگه در مورد قوم بلوچ شنیده بودیم که در افغانستان قومی به نام بلوچ هم هست، اما اولین بار است که ما میبینم قوم بلوچ از نزدیک. ما احساس بسیار خوشحالی میکنم. قوم بلوچ یک قومی است که تن به هیچ کار نداره. عاد و قولش سر قولش هم استاد است، سر عهدش هم استاد است، تا سرش هم بره دریغ نمیکنه از قول خودش. ما به سبب دامی بلوچ گمی جبه نیمروز گمی ولایت ما نپا کردستان سره داره. از ولایت نیمروز در ولسوالی چهاربرجک از مرزای میان خود دفاع نمودیم و هیچ شهادی منناسی نماندیم که تجاوز بر خاک عزیز ما بکنه. واقعا شما بلوچام خو افتخار تمام افغان هستیم. زیاتر من بلوچا را به بروتایشان میشناسم، یا یکی خوب برود می داشته باشن یا یکی هم هیچ برود ندارن. اگه بگویم چطور هستی؟ چونه زبره چونه زبره خوب هستی. بخیر بیای خدا پجوانی بیاری پجوانی پدی به جا مخانه برسینی. کل ما افغان هستیم. در بلوچی چی رقم گفته میشه؟ کل مچ ما اوگانن. ما از زگ افغانستان هستیم. مچ ما اوگانن. مچ ما اوگانن. آک مش ما افغانستان گوشه بلوچ بی تاجیک بی محمد بی عربی هر کجا به نام افغان. همینجا پیشتر یک کسی آمد تفنگ هم امرایش بود. تفنگ از چی زمان امرای خود نگاه کردیم. منم تفنگ تا ببینم و تفنگ بخی تاریخی معلوم میشه. تاریخی بیاره تاریخی یا به شیلی خاری قدیما یه کماشکن نبوده. داره غفور و بلان من کو بیاره ودی. قدیما یه کماشکن نبوده. همیشه شاه شیلی خانی بادشاهی شیلی خانی سرپرست کرده. معمولا دوستا بلوچ‌ها فعلا هم زندگی بسیار ابتدایی دارن با وسایل و امکانات ابتدایی و مصروف اون زراعت هستن، مالداری هستن و با مو روز خود شب میکنن و تا جایی که ما میبینیم خانه هایشان هم خانه های گلی. فقط یک چیزی که ما اینجا نو دیدم امی چپریایی است که از چپریا دوستا اونا اون خانه درست میکنن. بازی گرم می باشه یا سرد می باشه این خانه؟ گرمه، حالا سرده. حالا سرده باز زمستان، تابستان سرده دیگه اختصاص گرم. دست چی؟ تا پشتو که غرق بالا بغرق دسته په مابین کشیده و مستی ده. لواره دک باشکار کلن بوزای پوستان رنگ نکنن. اینجا دوستا یخچالشان هستن. دغه آشپزخانه ده، دغه آشپزخانه و مام ده دغه. دلارگوی نه استفاده کوي. و دلارگو سوزو لپاره. زموږ خو هغه تکسنونه. موږ خو دلته بل شي نه لرم. دلته نبت شیان نشته ساده. کوم حیوانات ساتي په کور کې؟ اوښان خو ډېر ساتمه. زه په خپل اوښان لرم. و ساتمه دغه پسونه ساتمه دغه شیان زموږ چرګان. په ځینې کورونو کې ما کفترې مولیدې شوقي هم نیاز ما په خیاله. شوقي هم ستا کرکان هم لرم. دوستانو او د بلوچستان د کورونو ترڅنګ د هلمند د اوبو ډاکسن په دې وخت کې لنه کې مرغه اوبه لري. زه فکر کوم چې تاسو ژوند په دې اوبو په دې سن پر زیات تړلی دی. څنګه؟ دغه که دا اوبه نه وي نو بیا به ډېره ستونزمن رود خراب دی باران خو موږ امی آب دانه آب بود په ایران رود
بندام کمالخان کمالخان جوز نصر صاحب پیران کار که بندی ندارم ما کمالخان باشندگان چندین قریه ولسوالی چهار برجک مصروف کندن کانال هستند تا به قریهشون آب برسانند و هم در مقابل کارشان پول به دست بیاورند. برادران منتنوه چی اپاس خوب هستین؟ الحمدلله. کارا را خوب اینال استاد کردین. بر ما بگوین که بخیر چی رو شما کنده رایستین تا جایی که ما میبینم این باید دیگه حتما یک کانال باشه. این بودماشی شروع میشه تا خلیپات باید کار شو اوش بیا سرازه شو. چطور است اینجا سر پل و پلوان و سر اوخ و امی باشندای این محل و ای ولسوالی جنگ خو نمیکنه بعضی وقتا؟ نه کسی جنگ نمیکنه. تو نمیگه چرا او ما رو قید کردی او خود طرف خود الها کردی تو گپا خود؟ نه اینجا این گپا نیست. خیر باشه. خب بخیر پس کار منتظر نمیمانیم. شروع بخیر که او زود بیاید منطقه شما. شروع یالا یالا. گولی دادی شروع دوتاشه. حالا ما فهمیدیم که خانمای بلوچ باید از روی امی آستین و از روی امی یخنش باید بشناسم و شناخته میشه. من بلوچ جنین